جویست این کار با من دخل دارد. هیچ چیز جای دوستی تو رو نمیگیرد. التجا میکنم ایست حقم نمیگیرد. خیر شد کاری شدگی شد. شکر که صحت و سلامت روبرویم هستی. دنیا را میسوزانم. آخر تو را مرده است گفتم. اما سختی ها پشت سر شده. آری بس من خانه‌دار شد. وقتی خبری مرگت آمد دنیا در نظرم تاریک شد. فقط خودم را گناهکار دانستم. او هم همین طور. ما در حقیقت ماتم داشتیم. آریف همراه ها؟ یعنی همراهی سومن. معلوم که برای من چه ماتم گرفتید. باور کن سخت متاثر گشتم. شکنجه‌ای که در سوریه دیدم بیهوده نبوده است. اکنون دلم فرح یافت. در دل آتشینم آبی سرد پاشیدی سلیم. با شنیدن خبری مرگم برای تابوتم خانه‌دار شدی ها. دیگر چی بگم؟ خاموش بودنم بهتر است. اکا جان همراهی تو ما هم مردیم اما حیات ادامه داشت. خودت فکر کن. عارف بیهوده از ما نرنج. چشمانت سیاحت شده‌اند سلیم. میبینم که در شب تار هم بسیار خوب میبینی. اکا جان مگر تو نگفته بودی که اگر با من چیزی شود سومن به تو امانت؟ بله گفته بودم. امانتداری خوب بوده. آفرین به تو. عارف چرا؟ صالح بابا بگو دخترم زنده است. دخترم زنده است. وای دخترکمه.
همکاری موقتا قطع کرده شده است. لبی گوش میکنم. مدیرم مرا گوش کنید. نفهمیدم. نمیدونم چی گویم، چی طور گویم. دخترم چی گپ شد؟ تینجیست؟ مدیرم نمیدونم چی در بیان کنم. عارف عارف زنده است. چی؟ خدایا رو نگه دار. فرزند جگر بندم رو نگاه دار. جانی من رو بگیر اما راستی یک فرزندم در بطنم، دیگرش در دمی مرگی افتادن. سال هیچ روزی سیاه آمد بر سری ما. اگر بلوزی چیزی شود هیچ با خودم را نمیبخشم. من هم زنده نمیمانم، خودم را میکشم. وای بچه کنه، وای شیرینی باشه. آسیا دخترکم چی شد؟ با دخترم چی شد؟ دخترکم آسیا. خدایا میدونی که من او را از قبل دور نساختم. عارف زنده است، باورم نمی آید. اکنون من چی کار میکنم؟ چی چاره می اندیشم؟ خدایا از یک طرف شوهرم، از طرف دیگر عارف. عارف آخر گوش کن. عارف میدونی تو رو چند وقت عزاداری کردیم. اکنون چی کار کنیم؟ مجبوریم زندگی رو از نو ادامه دهیم. این طور نمیشود آخر. همه یک طرف، دوستی ما و تو یک طرف. هیچ چیز رو از نو ادامه نمیدهیم. لیکن آفرین به شما، بعد 3 ماه نکاح کردید. وقتی خبر مرگ تو رو شنیدیم بسیار غمگین شدیم. تنها با دستگیری هم دیگر خودمون رو تسلی دادیم. هیچگاه در حق تو ناحرمتی نکردیم عارف. چشمانت چهلند، چشمانت میبینند. چشمانم نمیبینند گفته. مرا به اونجا فرستادی برای ازدواج کردن با سومن. همینطور بس کنه، از حد نگذران. روزهای درازی شکنجه بودم. به خاطر وصال دوست داشتم و دوستانم دخت کردم. برای همین روز بود. پاداش اون همه شکنجه ها همین است. بگو به من. اگر میدونستم که تو زنده هستی عارف، این نکاح رو از گوشه خیالم هم نمیگذراندم. بس کنید. مرا ایمان شده یک دیگر را میکشید. دوستی شما باید از همه چیز بالا باشد. این طور نکن عارف. تو را انتظار نباشند و همه درها را برایت بپوشند. میدانی انسان چگونه میشود؟ میفهمی یا نه؟ در دشت کربلا سراب من بودی. همیشه در آرزوی آن بودم که خانه بنیاد میکنیم و زندگی آسوده میبینیم. آرزوهایم را از من ربودید. امید و آرمانهایم را کشتید. در جنگ و جدال شما تماشا میبودن نمیتوانم. نمیگذارم که برای من شده دوستی شما ویران شود. این حال را بی منی و باغتش ماندم. گوی چی کار باید کنم برای هر دوی شما، برای دوستی هر دویتان؟ چی کاری باید میکنم؟ میدانی چی؟ کاری که باید برای من میکردی صبر کردن بود سومن. صبر کردن. نباید اینقدر زود این همه کار انجام میافت. آخر
تو رو وفات کرده است گفتن نمیفهمی بدل همه وزینی ها رو از ما میطلبی عارف برای همین برگشتی عارف برای همین ها این طرف پرتاب رفته نمیتوانی در ما را که گفتی با ما باید رو برو شدی عارف Qarzod خیلی زیاد شد جلو تا قرضات رو ندی با توی چای پوی نیست البته قرض زیاد می شود ینگه هر روز در بیمارخانه البته نمی رسد این چه خیلی گپزنی؟ به استانبول آمدم گفته عرف و عادت رو فراموش کرده ای همسرت آنجا تمام روز کار کند و تو اینجا شین من را دیوانه نکن تو چیکار میکنی تمام روز؟ من فرزند زیاد دارم زنده باشن کار کرده پول مییابند متاسفانه تو فرزند نداری برای چی باشد؟ ناموس کرده کار میکنیم گفتیم کار جستیم گویا کاری یافتیم و نکردیم تو خود از کسی زنی مرا مادر مادر جون مادر جون دخترکم جونی اوچه هر دیتون هم در نزدم هستید همین جاییم هر دویمان همین جاییم دختر فقط جنگ میکردید خواستم برای شما خوراک پزم که مرا دوست دارید تو رو دوست میداریم دختر تو جان دوست بدارم جانی اوچه دخترک شیرینم دادا شما مادرم رو مادر جان شما باشید پدرم رو دوست دارید شما با هم جنگ میکنید من غمگین میشوم ببین هر دویمان همین جاییم تو راحت باش جانم با کار مرم همین جا ایست دادا جون من همین جایم تا سیاحت شدنی تو من همینجا میمانم دختر جانم من رفته به گروه خبر دیم همه خبری مرا انتظارند ایستید یعنی شما هم گفتید به آنها نبیرم با مرد روبرو شده بود میمور بیچاره دخترم اگر پدرش با آنها نباشد باز چی بلاها به سرمون میآید شکری بیحد لحظه دلش از کار مانده باشد هم زنده ماند کجای صدقه داده بدهید نه این کار به صدقه و مدقه نمی شود شما هم با پدری نبیرم گپ زنید یا در خانه اش خانم. ایستد یا خانم اینکه شما مانده شدید زیق شدید میفهمم اما این مسئله با من دخل ندارد شما همچون دختر با او صحبت کنید این آدم گپی مرا نمیفهمد خانم باز تکرار میکنم من دخترم خیر میلش دکتر وقتی شما را بسیار نمیگیرم خدایا بس بودگیست آخر خانه و درمان سوخت اقلا با زبانی نیش دارتون ما رو نسوزانید زنم کار میکند من میشینم فرزند هم نداشته بودیم دیگر به ما جای نمیدادند یعنی ما آدم نیستیم آدم نی من نشان میدم آدم کیست و همه نشان میدهم
برادر در همین حالت هم کوپن پر میکنه حلالت باد. آقا پور میکنیم و بازی میکنیم اگر اگر نمیدانم چی اندیشه میکنی. چرا پر همین مثلا سرم گیج اول میشود. پیش ما خل میومد. میقپونم تمام. در حقیقت میقپانده. ها خیر بیا با جای تو من پولش رو زیر کنم. نه نمیشود. آن وقت قمار میشود قمار. خیر من با او صحبت میکنم. نمیدانیم چیکار کنیم مدیر. شما این گپ ها رو مونید و مدیر آنجا چی گفته ایستاده است میدونید؟ نه آقا راستی نمیدونیم چند ساعت شد صحبت میکنند. چی گپی هست اینجا؟ چی گپی هست؟ بهترین کاری که ما باید کنیم تا به شعبه آمدنش انتظار شدن. شت. دیگر راه نداریم. من میترسم که باز میآید. به همه گفتن لازم. من حادثه را سنجیده میبینم. تا به خود آمدن دختری صالح شما صبر کنید. بعد میبینیم. حالا گفت و پاو نکنید. صالح چی شد؟ خدا را شکر چشمانش را کشد. خدا را شکر. شکری بین. خدا را شکر. خدا را شکر. خدا را شکر. سرکمی سر صالح قربان و شما یک هفته مجبوری جواب. باز کار نهایی. خوب استراحت کن فهمیدی؟ میاشا بسیار ترسیدم. والله سخت ترسیدم. مبود اون چیزی میشد. خدا نگهبان باشد. پهلوان آفرین. برای انتظاریتان تشکر برادران عزیز. هیچ گپ نه سردار. حاضر اگر مدیرم اجازت دهد فرمان میدهم همه به شعبه روند از پی کار شوید. با چشم سردارم. رجب سرم ایست. خدایا. خدا که مثل کودک. نندی کودک هستی نه. بیا. گیرد این را آخر. شد بالتا. شوخی نکن. نشوخی من سرم رو چک سنم. شوخی نکن. شوخی نکن. چی شد بولتا؟ میترسی که ینگه یگان شلاق میزنم؟ ایسا میگویم. ایسا میگویم. اینها رو با آشیانه SAA میبرم دوباره. بعد از اینجا چیکار کنم؟ من همسری همین هستم. اینجا کار میکند. او را دیدنیم. خدمتی است؟ بله خدمتی. با من آنها در پایان می شوند. فهمیدم. دخترم من امینه رو میگویم کجا باشد؟ در بالا در اتاق فراش. چطور به اونجا روم؟ در لیفشینه تو گوجه 5 رو پخش کنید. تشکر. همین ارزم. سلامت باشه. تشکر. نقص فکر کن. مادر جان همش را فهمیدم. هر وقتی که خواهیم برآمده پولهای بیمارخانه را سپاریدی؟ اگر نرسد من میدهم. شکر خدا حکومت پشت و پناه همون حل کردیم. ساله
تو آماده شدن خانه در خانه مادرم استه میگویم. نه شما را ناراحت نمی کنیم. چرا ناراحت بشده ایم؟ اکنون بعضا بحث میکنیم گفته دخترم در خانه من ایستاده نمیتواند. این را یک فکر کردن لازم. اگر لازم شود البته این کس می آیند. سلامت باشید. خیر خودتان میدونید. من میروم. با یک قرار که آمدید بعد به من خبر میدهید. صالح فرزندانم را خوب نگاه کن. عزیزم عمر مادرت دراز باشد لیکن هیچ از همین گپ‌های خنکش نماند. اهمیت نده. اکنون با من گوی که در کجا زندگی میکنیم. خانه سوخت چیکار میکنیم؟ خدا را شکر دخترمون صحت و سلامت کو. خانه رو حل میکنیم. از پیشتر بهتر میکنیم. پول میرسیده باشد. میبینیم عزیزم. نرسد چی؟ میبینیم گفتم کو عزیزم. خدایا چرا میبینیم باز؟ ای برادر آهسته تر. چهل آدم ها؟ من میدونم چگونه ادبش را دهمو بهترش با او سر به سر نشوم. رفتیم عزیزم دخترم رو گرفتر رویم. با کجا میرویم صالح؟ به شوبه. چی؟ به شوبه به مهمانخانه شوبه. بعدش خدا پادشاه. وای میبینم تابت بالیده است شوهان. احوال دخترچه چه خیلی؟ خوب است خوب خدا را شکر. شما که همتان بر اومدید مجبور شدم که اینجا انتظار شود. یگان رتبه‌دار که نبود کار به من ناد. البته سردارم حاضر تو دودوان اکمون را زیارت میکنی. وقتی رفتن با خود 1-2 کیلو شیرینی میگیری. به مال ضرر رسد و به جان نه. دختر که خوب باشد مشکلی نیست. دیگر اینکه همه تا یک بار نروید. خدا نکند که یگان ناخوشی روی تو هیچ گازیق نشو. در کجای باشیم رسیده می آییم. خوش آمدید مدیر. خوش باشید. لبه سمان خوب هستی؟ خوب نمی نمایی؟ یگان چی شد؟ نه خوبه هیچ چیز نه. ولی چشمانت از گریه ورم کردند. خوب هستم گفت کو برادر. کنجکاوی نکن. باید مانندی برادر او گای رفتار کنم سلیم. آدم برای پرسیدم احوال دختر را بین. تشکر برای پرسیدنت. خوبه برای دختر یکایی سلیم زیق شدم. فهمم. خواطر شدم برای همین پرسیدم. همین گونه احوالت را آخرین مراتب در جنازه عارف دیدم. باز نادرست کردم. مدیرم آخر عاقبت گروه میفهمد. اگر حاضر عارف از در روی چیکار میکنید؟ اگر صحبت کنیم عارف را آروم کرده میتوانیم. ها سلیم؟ بله اگر خاموش هستیم خوب نمیشود. با او صحبت کنیم به همه چیز راضی میشود قبول میکند. واقعه رو به او درست فهماندن لازم. خیر من با او صحبت میکنم. بیایید ما رفت با عارف گپ زنیم. نه سومان تو کجا میروی؟ من خودم این کار را حل میکنم. او رفته حل میکرده است. به من هیچ کس به هیچ کجا نمی رود. کنی به ماشین شینید.
گوش کن نگون کامر میمونده چیکار بودنش رو میفهمیده چیزی هست چیکاری هست که به ما نمیگه انیخ چی کاره هست گفته چی گفت گفته چی شد چی شد باز بیماری از خروش کرد شکمی من در میکند حالا بد میشود از من چی میخوایی؟ دیگر کار نمیکنی تو توی کیم که ها را تازه کده میگردی با کی چی کار کردنت هم معلوم نیست راه گرد سرده من رو از من چی میخوایی؟ شرم نمیداری تو چی گفته ایستاده ای؟ یک دقیقه همینجا ایستید که این مرد چیکار کرده ای؟ من رو به حالم بشو کسر برو برادر چی گپ است کاری تو چی؟ یک طرف ایستاد کارت با ما نباشد برادر معلوم است که عصبی شده ای شاید حق بر جانب تو باشد اما این کارت خوب نیست زنی بیچاره را به حالش گذار رفتیم جای می نشید زنزنی من از کاری تو چی ها؟ کاری تو چی؟ مازیار دارم رفتیم آخه چی ایستاده ای؟ از من روی خودم من چی میخوایی؟ نظر دخترم اما قد کمی عصبی است تو نزد مادرت را دخترم اینجا بیا همین راه کرد یک طرف ایستاد در شو اول زن را سر ده دخترم نزدیک نشو دختر را میکشم شد آرام شد نزدیک نشو میگویم شد آرام شد نزدیک نشو دختر را میکشم سلاحت را بردار سلاحت را بردار شد آرام شد آیسته گذار نزدیک نشو که دختر را میکشم همین دور یک طرف گذار گذار نایسا رام نباشد دختر را میکشم خواهی کشم در اصل من باید با او گپ زنم شما اینجا این چیز رو شوید نه این طور نمی شود خیر اگر یکون گپ شخصی داشته باشی مرحمت تو این طور میگویی عارف اون طور حالی من چی میشود بار این را فکر کرده ای آیا بار این را فکر کرده ای سلیم یک جای آنجا میبرایم فهما رفتیم نزدیک نشو پسرم در را کشا در را آخر من شما گفتم لیکن شما مرا گوش نمی کنید حالا من باید با او گپ زنم عارف برادر در را کشا نکشایی از سراخی در می درایم
میشود حاضر دختر جانم نترس گریه نکن دختر جواب ده آخی کریم کارلش روی اینقدر ناز نکن خیلی جواب ده آقا جان شد تمام عصبی نشد دختر جانم گریه نکن همش نفت میشود من بارویم من رئیسم تمام شد آقا جان شد همش خوب میشود نفت نشد همش خوب البته تمام آروم شم التجا میکنم آروم شم نزدیک نشود التماس نزدیک نشود رئیس از اینجا برادر مانند سنگپشت آهسته نگرد تا تو نزد تلفن میرسی که دوست کایها از دوست کودن گذشت تلفن را جواب دیم نوبتی تو میرسد او سنگپشت روا این از رو شوخی نیست در بیمارخانه دخترم رو گرمگون گرفتند تو با کم میزنی ها؟ با کی؟ آرام شد خواهش میکنم تلفن رو خاموش کن تلفن رو خاموش کردم دختر از رو نجات دادن نمیتواند میلش زود خاموش کن سلام را بیاره زود تلفن رو خاموش کردم پریدم شود تمام من با برادرانم گفتم سنت رو میارم برادر عزیز آرام شد از برای خدا جواب بسیار گنده آمد زودتر این کاری سهل نیست زود باشه منو سرده بیمارخانه رو چپ همش باز میشه سرده آروم شد التجا خود رو با دست بگیرید برادر نامت چیست؟ کارت و نام من چی؟ سلام کجاست؟ سلام را بیارید زود اگر او را نارید دختر از را میکشم نزدیک نشوید او را میپرانم نزدیک نشوید تا وقتی سلام ناید سلاح را نمیگیرم سنت را میارید اما لطفا سلاحت را از سر دخترم بگیر و با دو ناخوشی روی ندیم از ناخوشی میترسی دخترم گناهی ندارم فهمیدیم میپرانم نزدیک نشم نترس دخترم نزدیک نشم میگویم اگه گفتم نزدیک نشم میپرانم نزدیک نشم نزدیک نشم میگویم اما که خوب است فقط تنها ناخوشی از سر گذرانده است حاضر زنش رو میاریم و درست سر میدیم تمام نزدیک نشم میگویم میپرانم عریف در را کشو پسرم آخر این کار به مصلحت حل نمی شود در را کشو به آغوش گیرمد پسرم در روز جنازت همه حقم را بخشیدم دانستمان اگر نکشایی دیگر حقم را نمی بخشم پسرم قهرمانم تو را یاد کردم آخر هم وفات کردی و هم آمدی خیلی اومدی من عموما نفهمیدم خیر شکر که آمدی خیر شکر رفتی ای برادر همین تلفن هیچ خاموش نشد که نشد خیر بینیم شیطان خواب نمی کند کنی بینیم باز چی کار کرده باشد الو لبی گوش میکنم چی؟ کنی تکرار کن سلیم ایستا صالح در ناخوشی است فهمیدم حاضر می آییم شد خود را به دست گیرید حاضر می آییم
یک دیوانه در بیمارخانه دختری صالح را به گرو گرفته است. شما زود به جای حادثه روید. من به شعبه می روم. خیر. سلام گوری شد. تمام برو نزد من بیار. آروم شو. فقط اگر سرخوش پیدا نکنی. تمام تقریبا میکشم. بچه ها در فهمیدی؟ آنها حتما زهرتون بیار. اگر خودی حاضر نمانی میپرانم. فهمیدی؟ میپرانم. خوش بکن. آروم شو. آروم شو دخترم. آروم شو. این چیگه بس؟ بچه ها کیستن این دیگه شوید. خوش بکن. میپرانم. چیگه بستین؟ اینو خیلی کسان نماره. میپرانم. اینو خودش کیستن؟ شاهین آروم نمیبینی دخترم در دستش زیری هدف سلاحت رو فرا سلاحت رو پایان کن خواهش میکنم آروم شو دخترم هم با خودم میبرم سلاحت رو پایان کن چیکار میکنی؟ ایستید قفا ایستید شاهین سلاحت رو پایان کن میگویم قفا ایستید میگویم آروم شو بخفا گفتم اگر 100 تای دیگر همین که برادران بیاید یک چیز از دستشون نمیآید سلاح در دستم دختر هم در دست من میپرانم فهمیدی میپرانم رو صحت و سلامت به دستت میدیم فهمیدی پس چرا اینجا ایستادند زودتر بیارید زنت رو میارند نباشد زودتر گوید که بیارند برای همین به اینجا آمدند شد بالتا بفرمایید سردارم همه در جایهایش انتظار می شوند حاضر یکون کس را روان کنید تا زنش را به اینجا چشم سردارم تا حال نامت رو به من نگفتی این همه اینجا برای مددی تو آمدن اما تو تا حال نامت رو نگفتی نامت چیست برادر؟ نامم جلال تشکر مانند نامت بوده آدمی با جلالی اما لیکن آدمی حساس بوده ای من تو را میفهمم برادر چه خیلی آدم است وای دخترش رو گرانبار گرفته است او باز رحم کرده با او گپ میزنه پیش از زدن تو بدنش رو گرم میکند ظریف لبای حاضر تو رو همه اینجا جمع نشده کامیراهای بیمارخانه کار میکنند از دور نظارت کن کارتال یک رو گوی یک تو تشخیصات بیسی دیاد شاهید برادر جلال زنش رو صحت و سلامت میخواهد تمام در مدت کوتاه یافته آرید هم از پی کار زودتر از پی کار شوید روید آخر به شما بگویم روید من همینجا همینجا تشکر برادر با جلال چای نوشیدنی بودیم بعد شما که آمدید نتوانستیم با من و جلال چای بیارید دختر جان تو آبی گزناک می نوشی؟ و دخترم آبی گزناک بیارید کارتال یک کارتال دو گوش میکنم و آشیانه بالا یک آبی گزناک دو چای و ایرانی نمکین فهمو کارتال یک به هر حال زیر نظارتش میگیریم و دیگران نیز گوی خب فهمیدم و من لایحه بینا را بیاردم حضور ظریف فهم که این زن از کجا برآمده به کجا رفته است از روی آن گروه را از پیشان میفرستیم فهما سردارم سلیم سومن کجایند آنها را هم یافتن لازم با مدیر گپ زدم آنها هم در راه به اینجا می آیند چی گپ است کریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم تو را یاد کردم کریم تو مرا یاد نکردی سلیم این کیست؟ این چی شکل شمایل است؟ این کیست برادر؟ این کیست؟ کریم شیرین نریم همین که کار را انجام دهیم بعد صحبت بکنیم فوتبال هم بازی بکنیم اما
با من گوی که اکای صالح کجاست؟ شاهین با ظریف اداره میکند. اقربیک. من جای کشوده رو اشغال جای میکنم. گشوی هدف را گوی. جنوب و شرق. قبط هشتم. چند کس احاطه کرده شده است؟ یک نفر. به گمانم دیوانه شده است. شد. از اینجا در جنوب و شرق یک کنج یاب. در اقرب دو مان. من در اقرب دو میشم. ای با این محمد اونو نگر. роҳгар салим ҳоло вақти нозу нуз не. میبینی جلال؟ هیچ کس برای ضرر همدیگر نآمده است. زنت هم در راه است. دخترم رو سر میدادی خوبتر صحبت بکردی. نه نمیشود. تا زنم ناید نمیشود. شد آرام شو. تو دخترم رو به من ده. من زنت رو به تو میدیم. وعده دادم. برای همین گفتم اگر خواهی از حاضر او رو سر ده. زنم آید بعد سر میدیم دخترت را. خوب تمام. اقرب یک کارتال یک جواب دهید. این کساکم آواز اکای عارف یعنی مانند آواز رحمت شو. کارتال یک گوش میکند. اکا جیانی زیبایم را تنها میگذارم اگر آمدم. همین جایم. اقرب دو در علاقه است. اکا در موقع خوب باشد. چی گپ است این؟ بین هم دیگر چی گوشگی میکنید؟ اکنون یک چای نوشیدید تمام ها؟ 5 دقیقه دارید. 5 دقیقه پس سرم آمد. و هم خودم را از دنیا نیست کنم. سلام را بیار. سلام را بیارید میگویم. آرام شو بولتا. چکار میکنی؟ سیراحت رو پایان کن. نزدیکش شد. 5 دقیقه. درست میگویی. حتما گفته ای تو میشود. اگر اجازه دی وضعیت رو به برادرانم گویم. مایلش. عارف نمیدونم تو در کجایی. نمیدونم تو زنده ای یا مرده. لیکن این برادر جلالمان به او 5 دقیقه داد. یعنی 5 دقیقه به سر دخترم سلاح گذاشته است. فهما؟ همگی 5 دقیقه. فهما؟ زنده همکه. همینجا در خدمتم. فهما 5 دقیقه. کریم اقرب دو باشد جای گشاد را اشغال میکنم. حالا تو زیر نشانی اقرب دو هست. شاهین احتمال یافتن زن نوارها هست. رو دیدیم. دبدبان گریخته است. ایست نیست. واسطه هم نیست. در 5 دقیقه این کار ناپذیر است. یک دقیقه. نیم ساعت پیش در رو بروی ما گشادن نمیخواستی. چی به اینجا آمدی؟ ولی عارف بهترش تو حالا در کناری. بچه ها اکای صالح در داخلی بلا است. میفهمید؟ рост мегӯяд ҳоло ба ҳама эҳтиёҷ дорем. وقتی من گپ میزنم گوش نمیکنی اما گپ او رو گوش میکنی ها؟ گوش کن. دختر اکای صالح در دستی مرد دیوانه شده. اما همگی 5 دقیقه وقت داریم. حالا به عشق عاشقی شما من کار ندارم. رفتیم شاهین. من هم میروم. تنها در جریان عملیات من با تو گپ میزنم. خدا خواهد بعد این نجات دادن نازیه با تو کارم رو انجام میدیم. монанди кӯдакҳоем кӯдакҳо ҳоло чӣ кор мекунем гӯед охир. خوب یک فکر دارم. ظریف به من نقشه لازم. نقشه تیار. شاهین شما به کارتال یک مددگار باشید. ظریف برای اقرب یک چشم و گوشمان تویی. سمن چشمت را از نازیه نکن. تو هم در همان جایی. سلیم تو به نزد اکای صالح رو. کارتال 1. چند ساعت گذشت. چند روز گذشت. کجای ساله دخترم را تا حال نجات نداده ای. دخترکم دخترکی شیرینی و چه ساله دخترم را نجات ده. غمگین نشوید. همه کار زیر نظارت است. آرام شوید. شوهر من تعییناتی مخصوص. کارگری تعییناتی مخصوص است. اگر دخترم را نجات دادن نتواند مرگ به این خیل تعییناتی مخصوص. مرگ به این خیل پدر.
میروی کمی بعد به طرف غرب میگردی راست بر روی هدف قربانت شوم زودتر که دیوانه شد ظریف تمام وقت تمام شد وعده داده بودی که جناب سردار نور سرداری تو وعده وفا نکرد یک روز از دخترت میمانی تمام شد راشدان تمام شد هیچ کس را پیسن نکرد پایان کنید سلاحتان رو پایان کنید آدم نمیشمارد من اکنون جمله عالم میفهمد که جلال کی سلاح رو دختر را میکشم من میتوانم جنابی سردار بعد میبینی که میتوانم میپرانم التجا میکنم برادر از برای خدا دخترم را آزار ندی قربانت شوم نکن مرا گیر اما دخترم را سرده التجا میکنم وحشی را نوازش بازم وحشی تر میکند میپرانه سردار میپرانم نه سلاحهایتان را پایان کنید نمیپرانم پایان کنید سلاحهایتان را فرارید گفتم شاهین التجا میکنم سلاح را پایان کن گفتم فرمان میدیم پایان کنید سلاحهایتان را سردار خیلی حکیماست شاهین نپران میگویم نپران التجا میکنم گفتم میپرانم دخترت را میپرانم السلام علیکم شکر که همش بخیر انجامید اکر جانی من خوب است اکر جانی جانم دختر جانم کنی خیز اشترا سلام را بیارید دختر جانی عزیزم آنی برادرم کشم دخترم نازیم دخترک شیرین یوچم خدا شکر 100 بار شکر جان یوچم تو زنده صحت سلامت جان یوچم شیرین یوچم دیگری انگشتری ما را اصلا نبرید سلام
به همین قرار آمدی. دیگر چاره نیست آخر. در جایی که عارف است ما یک جای بودن نمیتوانیم. کودک بازی را بس کنید خوب می شود. مرا بعد آب و آتش موندن چی می دهد به شما؟ این رو از جناب عارف پرسیدن لازم. اما دیگر لازم نیست. از اینجا می رویم. چرا باید رویم؟ چه اینجا موندن نمی توانیم دیگر؟ تا آن دمی که به عارف به مهر می نگری نمی شود. من؟ سلیم فیت نمی اندازی. گناهکار می شوی. عارفی که دوست می داشتی مرد. یعنی هر چیزی که با او شد. وقتی خبری مرگش آمد فکر کردم که او را در قلبت گوراندی. اما می بینم که او را از قلبت دور نساخته ای. من از استانبول به هیچ کجا رفتن نمی خواهم. اگر من خواهم تو با من می روی. از حقیقت گریختن می خواهی. بزدل نشو. کمی جسور باش. چرا؟ هر وقتی که عارف را یاد کنی رفته او را ببینی ها؟ دیر می کنیم. رفتن لازم. بیرونش رو خون داشتیم اما در درون کمبودی است. اکا نمیدونم در این حالت زندگی کرده می شود یا نه. نجو همان گفتگیم محکم کن. در اینجا دیگر هیچ چیز نیست. ناقل ها سوختند اکا. نه گاز نه برق و گرمی رو فراموش کنید. طاقت کن. میدونم برای گذراندن ناقل های برقی و گاز دیوارها رو از سر شکافتن لازم. ولی اکا کار رو انجام دهی بعد آهسته آهسته پولت رو پرداخت کنیم چی؟ اکا با خدا نمی شود. سلامت باش. هیچ گپ نیه. نصیب یگان خیل حال میکنیم. هیچ گپ نیه. از بیرون معلوم نیست که. سلامت باش. تشکر. خدای خداوند چیکار کنیم ها؟ مدتی در میمونخانه شما می ایستیم سعادت. تو ایست. من با نوزیه در خانه مادرم میستم. به مقصدت رسیدی. در جای کار خوب خیز میکنی. سعادت این طور نگوی. سلامتی از همه مهم است. در یک جا باشم همش خوب می شود. همیشه تو سببگوری هر گونه ناخوشی میشوی. بعد میگویی که خرسند شوید که از بلا و آفت نجات یافتیم. آخر که مثل دیگر آدمان زندگی میکنیم ساله. کاری من رفت کردن آن واقعه های ناخوشی که تو در روزنامه و تلویزیون میبینی میفهمی؟ کاری من همین است. ما با بلا و مصیبت همیشه هم ردیفیم. رفتیم دخترم. حکومتی که به او بسیار اعتقاد داری به تو یک خانه داده نمیتواند. گفتم که خواطر نشو. هفته پیش آمد انشالله از هفته گذشته خوبتر می شود. من یک دو چیز دیگرم رو گرفته به خانه مادرم میروم ساله. دیگر مرا داشته نمیتوانی. در بدنم کودک. در این مهمانخانه زیسته نمیتوانم. نمیخواهم. رفتیم دخترم. پیش درو. اکنون پرتافته می روی عارف. اینجا خانه من است سردارم. در سوریه هنگام شکنجه ها همیشه فکری به اینجا آمدن را داشتم. اما وضعیت را خودتان می دانید. چرا می روی؟ آخر کاری شدگی شد. وقت بسیار چیز را دوام می بخشد.
میگذرد. همش میگذرد پسرم. شاید گذرد، اما بسیار وزنین میگذرد سردارم. نمیخواهم که کسی دل کسی را آزرده نماید. یک سری تنها دارم، کجای باشد فرق ندارد، اما آنها عائله بنیاد کردند. میدانم که بغیر از استعفا دیگر چاره ندارم. امینم که شما مرا میفهمید. شما بالای من حق زیادی دارید. ببخشید. خوب، حالا این عریضه را یک طرف گذار. با سرکمیسر صالح مصلحت کردن در کار. من با او هم گپ میزنم سردارم. خوب عارف، میبینیم. تو کمتر به خود بیا. بعد یک هفته میبینیم. قرارم قطعی سردارم. با اجازت شما. خب. کار خوب نه. مرحبا. ظریف، خلها را قید کردی؟ نه، آنها را در خاطر نگاه می‌دارم. آقا چی میگویند؟ در اون شلیف چی خواهید میکنی؟ شلف نه، فلش کارت. فهمیدید که چرا در نظر دارم؟ یک چیز خورده کرد. ظریف گوی آخر؟ گوش کن برادر. همه چیز را در همین قید میکنم. ها نامه اعمال هست کو در آخرت. انا در دنیا از من همین است. ظریف، کارنامه‌ای های ما را آنجا بایگانی کن. بعد آدمان دیده میگویند اینقدر زور بودند. بسیار گپ نزن. خوب هستید؟ خوبم. عارف، از آمدنت همه خرسند شدند، اما بسیار در فکر هستی. آره، بعد مردن زنده شدن سهل نیست. حسابات وضعیت به عمل آمدن نیز وزنی. عارفی که من میشناسم در اینجا بسیار نمی ایستد. در اصل جان گپ را گفتی، اما گویی که از کجا فهمیده که چنین فکر دارم؟ بعضی فکرهای مخالف داشتیم، حتی بعضا هم دیگر را عصبی میکردیم، لیکن این معنای آن را ندارد که ما یک دیگرمان را نمیشناسیم. درست گفتی. در اصل ما یک خیلیم. برای همین فکر کردم که اگر به جای تو می شدم چکار می کردم؟ انیق می رفتم. برای همین تو اینجا بسیار ایستاده نمی توانی. همین طور. سببی رفتن چی می بود؟ اگر تو به جای من می بودی چیکار می کردی؟ دوست داشتم دختری که باید با او خاندار می شدم. با دوست جانی هم خاندار شده است، لیکن من تمام عمر بر روی آنها می دیگرم و باز چنین وانمود میکنم که گویا هیچ چیز نشده است. این کاری نیست که جوان مرد برداشته تواند. من نمیتوانم. ای برادر، از میان آدمانی که مرا میفهمند به فکرم آخرین میشدی. مرا ببخش. راستش را گویم نمیتوانم در دلم بوده را به زبان نآورم. باور میکنی کمی پیش عریضه استعفایم را دادم. گفتم از تو بر این آدمان با وقار و قوی اراده دیگر اما را انتظار شدن خطاست. لیکن مدیر استعفایت را قبول نکرد. البته نمیخواهد، موقف گذاشتن میخواهد، لیکن دیگر چاره نیست. تیری که از کمان جست بغیر از خدا هیچ شمال راه آن را دیگر کرده نمیتواند. امیدوارم همه کار به خواست تو میشود. امیدوارم. عریضه نمیدی سلیم؟ البته میدهم. سراسیمه شب. حاضر در این حالت هیچ کس درست فکر نمی کند. تو هم. با آمدن عارف تنها سری تو گیج شد. اگر قرارت قطعی باشد اول باید با عارف گپ زنیم. از او اجازت گیرم. اگر این مسئله را با عارف حل نکنی آن طرف دنیا هم رویم این مسئله حل خود را نمییابد. گوش کن، ما خانه‌دار شدیم، عائله برپا کردیم، همه برای یک جایه شدن ما راضیگی دادند. عارف اگر این را قبول کردن نخواهد من به او تعظیم کردنی نیستم. باز یک بار دیگر با او گپ زن. التماس برای من.
گپ زدم دیدی که نمیفهمد گوش نمیکند نمیشود به این حادثه یک بار از نظر او نگر سلیم. روزهایی که او از سر گذراند برایش آسان نبود. با این سخنهایت خواهش رفتنی مرا زیادتر میکنی مرحمت سردارم. تشکر. مانده نباشید. تشکر آری. نامدی کار مشکل است. بخیر است اکا. در فکر تعمیر خانه حساب کتاب دارم عارف جان. نمیدانم چی کار کنم. چه مشکل دارید؟ به خدا که حیرانم. تابستان میشد گپی دیگر بود اما زمستان کمی. اکا اگر از ما یگان کمک لازم باشد نصیب و تقدیر عارف جان. در آمد گپ گفتم کاری که ما از عهدهش نمیبراییم خداوند البته کمکش را میرساند عارف جان. درست اکا، ولی اگر از دست ما یگان چیز آید گفتنی هم که خیر این رو یک طرف گذار. تو خودت چی حال داری؟ برادر مرا گوش کن. با قهر و غضب این کار حل نمی شود. آرام شو. خوبم اکا، آرامم. من میدونم آتش عشق همتا ندارد. خدا نگاه دارد اگر با آتش عشقت دیگرها رو نسوزی. درست اکا، درست. ظریف بای اکرانی چقدر میبرد؟ همان قدری که عقلیتون نمیبرد. عقلم را نرس که در یک نشست احمد را میگیرم. وای اکم اومد مرا شلاق زنه. راست هستی؟ جین از پری از فهمه مخیر. گوشتی دستم رو کنده گرفتی. اکنون فهمیدی کی حقیقی بوده است؟ شلیف است کی است؟ من تو رو بیانگه شکایت کنم بعد میبینی چی است. همین گپ او بس در حقیقت بس. برادرها بیایید یک قسمی معاشمان را با اکای صالح میدهیم. با جان دین. درست است میدهیم. البته اکا به چشم. تشکر. مایلش رو آخر بر وقتر باید میگفتید. پسرم خانه آدم سوخت، در بساطش هر چیزی بود صرف کرد لیکن نمیرسد. فهمیدیم، لیکن ما هم زندگی داریم، حساب و کتاب داریم. اقلا همین ماه دیگران را نخوران و یک ثواب گیر. هم اکا هم سردارت می شود. خیر میدهیم لیکن بسیار داده نمیتوانیم. معلوم که دل تو هیچ نرم نمی گردد. مالش بی تو هم یگان علاج می یابیم. مایلش حال میکنیم. توبه. شما به دیگرها رسانید. کسی که نمی تواند نزد من بیاید راهش را یافته حل میکنیم. ماشینی من در بیرون اون قدر قیمت نه، اما اگر لازم شد به بازار میبریم. اگر در کار شد خانه هم را به اکای صالح میدیم. او در حقیقت میدهد. به خدا من هم یک چند تنگه دارم عارف. تمام معاشم رو میدهم. خدا راضی باشد برادرها. گروه یک همیشه با یک دلیش گروه یک است. ها درست. درست اکا. البته 5 انگوش برابر نیست. او هم عضو همین گروه است. بگذار سلامت باشد. در حقیقت با کودک‌ها کار کردن وزنی. شینید کنی اینجا آواز نبراری. نصیب و تقدیر آنها را ببین. شما بر این اسکران و محافظان راه حق میشوند. اینها
дигар дар ин ҷо барои ҳардуи мо ҷо танг шуд. ман меравам ориф. имрӯз аризаамро медиҳам. бо суман якҷоя меравем. дер кардӣ бародар. ман аллакай аризаамро додам. ҳамеша як қадам аз ман пеш мешавӣ. дар ҳама кор пешдастӣ мекунӣ, а? ҳолати рӯҳӣ маро эҳсос намекунӣ? аҳволи дили маро намефаҳмӣ? ба фикрат танҳо ту азоб мекашӣ. ҳамин тавр. гӯш кун ба ман. 100 бор мурдан намешавад. одам як бор мардонавор мемирад. аммо шумо дӯстони ман даҳҳо маротиба ба дилам ханҷар задед. агар ту хоб набошӣ, дигарон хоби бад мебинанд. дар як дил ду муҳаббат ҷой надорад. ман суманро то ҳол дӯст медорам. барои ӯ зиндаам ман. аммо шумо мехоҳед ки ман ин ҳақиқатро аз ёд барорам. то ҳол дӯст доштанатро эътироф мекунӣ, а? оре, эътироф мекунам. ман ба ӯ даъвати хонадорӣ карда будам. бояд завҷаи ман мешуд. барои ту ҷонамро дареғ надоштам. рафтам ба он диёрҳои ғурбат. ту чӣ кор кардӣ? Ту чӣ кор кардӣ? гап зан! агар хабари маргат намеомад, ин тавр намешуд. хоки қабрам нахушкида ақли духтарро рабудӣ. ман дӯст доштам. ту гирифтӣ. ҳар касе ки суманро аз ман рабуд, душмани ман аст. на бародар. бас! фақат дунё барои туст. ориф ҷасуртар аст. ориф зеботар аст. ориф муваффақтар аст. дар сояи ту буданро муваффақият медонистам ман. дӯст доштамро аз ман рабудӣ. акнун тамом аз ман гузаштӣ. ҳасаду бухлатро, ки буданатро ошкор кардӣ. гӯш кун. суман зани ман аст. сафҷаи ман аст. инро мебинӣ? ҳар чӣ нагӯю аз ман аст. дар дунёи охират ман ба ӯ ҷавоб мегӯям. ту не, ҷаноби ориф. салим! ориф! туро мекушам. бас! мекушам туро. бас! хушбахтӣ ҳа суман. ҳамин туро аз ман ҷудо кард. ё дар ҳақиқат ӯро дӯст доштӣ. гап зан! маро чӣ тавр аз дилат канда партофтӣ? гап зан! гап зан мегӯям. гап зан! бас! ёрӣ диҳед! туро мекушам. ёрӣ диҳед, бачаҳо! ёрӣ диҳед! ёрӣ диҳед! нобуд мекунам. ҷудо шавед. ҷон! худа чига? сар диҳед. сар диҳед маро. ором шавед. сар диҳед мегӯям. як амалиёти ҷиддӣ моро интизор аст. шумо бошед инҷо якдигарро лату кӯб мекунед. хуб ҷанг мекардед. пас аз 10 дақиқа ҳама чиз фаромӯш шуда дар маҷлис ҳозир шавед. зуд! ин одам маро зинда намемонад. дар ҳақиқат маро мекушад. интиқоми намурданашро аз ман мегирад. ин тавр нагӯ, салим. ба ӯ ҳам вақт дар кор. бас кун аз барои худо. суман, ду мардаки калон барои ту ҷанг мекунанд, аммо ягон тоаш туро намефаҳмад. дар асл мебинам ки танҳоӣ. аммо марде пайдо мешавад ки қадру қимати туро медонад. даъвоямон ва ваъдаи фатҳу зафаре ки худо ба мусулмонон додааст наздик аст. қуввату бозуи мо хуб аст иншоаллоҳ. фақат ба мо хабар расид ки дар ин маҳалла истодан хатарнок шудааст. барои ҳамин инҷоро холӣ мекунем. хуб, ҳеҷ чиз намешавад, аммо барои эҳтиёт кӯдакҳоро овардам. зеро аскари худо ҳангоми набард эҳтиёткор мешавад. инро ҳар яки шумо хуб медонед. субҳро интизор намешавем. не албатта.
میدانی که صبح خطرناک است. چیز چهار رو جمع کنید، شبانه هجوم میکنیم. شبانه. رفتیم بچه ها. سفری کرامت کارت کردیتی که به شخص دیگر دخل داشت این مرد آن را استفاده کرده است و آن مورد آموزش قرار داده شد و معلوم گشت که در طرف انادولو در محله چاوش باشی این مرد 1500 لیره خرج کرده است. برادران تفتیشات نشان داد که این مبلغ برای کرا گرفتن بینای برای گروهی که خود را از کران خدا نام کردند خرج شده است. باور داریم که در موضع آنها حجت‌های بسا مهم موجود است. پیش از خالی کردن حجره باید ما حجت‌ها را مصادره نماییم. برادرها، حجت‌ها مهمند، اما این سفر که سرداری گروه است بسیار خطرناک است. جنایت‌هایش حد و کنار ندارند، یعنی هدفی اساسی اوست. تکرار میکنم، در خاطر دارید اگر او گریزد شما هم به اینجا برنگردید. مرده یا زنده جناب مدیر؟ یعنی اگر زنده داشته توانیم خوب، لیکن این آدم را از دست ندهید. خدا یار و مددگار شما. گروه یک چرا انتظارید؟ چی شد؟ حالا بر وقت کو؟ خدایا شما حالا در کجایید؟ من چیکار کنم دادا جان؟ حاضر من یگان کس را روان میکنم. همانجا باشید. شخل نه دادن یا خواهرچه‌دار میشوید. مامانده تلفن رو ساله زودتر بیا. دردی کودک منو به بیمارخانه بردن در کار. تستر بیا ساله، دردم سخت. برادر زود به شو برا. در آنجا نزاکت خانم هست. و وی بگو که همسر صالح سردار در حال تولد کردن است. زود نزد او رود. زودتر به آنجا رود. فهمیدی؟ با چشم سردار. سلامت باشی. الو؟ ما رو احاطه کردند. چیکار میکنیم؟ صبر ماند. من فهمیده بودم. کودک ها رو زود نزد تریزا آورید. زودتر. برادرها خدا مددگارتون باد. آمین. 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 به پیش.
چه کار میکنی دخترم؟ اما خیالیتید مادرم تولد میکند با تولد خونه بودن لازم و اما دخترم بیا خانواتون کجاست؟ آنها اینجاست
برای تو از اویلا دیده کار همیشه مهمتر بود. برای کارت شده فرزندمان را از دست دادم. پسرم مرد. پسرکم. حال مرا ببین. من هم پایم را از دست دادم. میگویند که دیگر راه گشتن نمیتوانم. از برای خدا بیا بهترش همدیگر را دستگیری کنیم. از این روز اعتبارا ما نیستیم. میبینیم دیگر چی کار میکنی با اینها. تو را دیدن نمیخوام سوله. تو را دیدن نمیخوام دیگر. سربازانی لعنتیت رو هم از اینجا گیر بر. دیگر آنها رو هم دیدن نمیخوام. عارف، مرا لطفاً برار. اکه 5 دقیقه به من اجازت میدهید؟ اگر سربازی قسمتان باشد پدری وظیفه‌تان است. اگر شما پدری کرده نتوانید شما را دیگر دیدن نمیخواهم.